با یه دونه لوله. اینم یه دونه لوله. میخوام بوق تریلی بساز. بریم سر اصل مطلب. یه تیکه از سر لوله پولیکا رو جدا میکنیم. بریم که یه تیکشو جدا کنیم. نکو گشادش میکنم اون تیکه رو میکنم تو. باتونکو گشادش میکنیم حرف خوب نیست. باتونکو بازش میکنیم. این تیکه رو میکنیم چور. همونطوری میندازمش سر لوله پولیکا. میندازیمش سر لوله پولیکا. یه چسب دورش میزنم. حالا این دو تا قطعه رو این شکلی میگیریم میاریم پایین. بعد از اینکه این رد شد چسب دورشو میزنیم. حالا اینو میاریم اینجا، دور اینم یک چسب میزنیم. راستی الان که دارم این کلیپو میگی 116500 نفر ساب دارم. ببین این ویدیو چقدر بهم اضافه میکنه. منم 368 تا دونه ساب دارم. ببینیم این کلیپ چقدر به من اضافه میکنه. قبل از این که بهت نتیجهش نشون بدم برو خدا اون لایک بغل بزن. بریم واسه تستش. 1 2 3 تموم ان شاء الله.